مدنی رو در قرآن ملاحظه بفرمایید. در عمده سوره های مدنی قرآن از نفاق و از منافقون نام برده شده. زمانی که مهاجرین به مدینه رفتند و انصار ازشون استقبال کردند، شرایط آرام و مساعد بود. گروه اول منافقین شکل گرفتن در مدینه، گروهی که به دلیل تفوق و برتری مهاجرین و انصار نمیتونستن مخالفت و کینه‌شون رو به اسلام بروز بدن، لذا در دل خودشون نگه داشتن، ذاتاً با اسلام و رسول جلیل القدر اسلام مشکل داشتن، اما در درون خودشون نگه داشتن تا موقعش برسه و این عین دمل چرکین سر باز کنه و خباثت و خیانتشون رو نشون بدن. پس ذاتاً ابتدا به ساکن اینها نفاق داشتن، اما این درویی حاصل شرایطی بود که به وجود آمده بود و همین گروه و همین جریان بسترسازی شرایطی رو فراهم آوردن که بعداً به کودتای سقیفه انجامید و متعاقباً با خانه‌نشینی علی 3 جریان انحرافی ناکسین و قاستین و مارقین چهره نشون داد. 124,000 نبی تلاش کردند. تاریخ بشر به 2 بخش عمده تقسیم میشه، از آدم تا خاتم و از علی تا مهدی در انتهای آخرالزمان. تاریخ نبوت و تاریخ امامت، سیر حرکت تاریخ هیچ چیزی بیرون از این نیست به قدر 1 ثانیه. زحمت 124,000 نبی خلاصه شد در الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو کامل کردم. این که امروز دینم کامل شد در قرآن که میاد، در قدیر امروز دیگه این ادبیات مطلق وحیانی حرف اول و آخر نجات و رستگاری بشره. نیاز نیست نبی بیاد و خبر جدیدی بیاره، این خبر اول و آخره. حالا دیگه انسان کاملی به عنوان ولی، به عنوان امام در حوزه و سلک معصومین باید بشر رو اداره کنه و هدایت کنه، اما محقق نشد. در قضیه عدم تحقق قدیر آمریکا و اسرائیل موضوعیت داشتن؟ نخیر، انحراف از درون فامیل پیامبر بود. 1 سر کودتای سقیفه پدر زن پیامبره، 1 سر کودتای سقیفه داماد بزرگش باجناق حضرت امیر. خط نفاق از دوروبر پیامبر آغاز شد و این حرکت به سرعت آمد تا از متن اون ناکسین و قاستین و مارقین سر برآوردن و عدم تحقق قدیر فضایی رو فراهم کرد که مهدویت موضوعیت پیدا کرد. از 12 امام معصوم 11 تاشون شهید شدن، 9 تاشون با زهر، 2 تاشون با شمشیر. علی در محراب مسجد کوفه، حسن توسط همسر خودش در خانه و حسین به تیغ نفاق درونی مسلمین. اگر نبود کودتای سقیفه، اگر نبود دموکراسی سقیفه، اگر نبود خانه نشینی علی، آیا باید معصومین یکی پس از دیگری به شهادت میرسیدن؟ لذا اون نفاق ذاتی در عصر پیامبر، در عصر علی علیه السلام سر باز کرد به یک شکل دیگه، ناکسین و قاستین و مارقین. حالا سهم خواهی ها زیاد شد، کشورگشایی ها شروع شده بود، ثروت بیکرانی در جهان اسلام وارد مدینه، وارد شام، وارد بغداد و اینجا دنیاگرایی و زور مادی خودشون نشون داد. در صحرای کربلا میگه، حسین میفرماد که میدونید این شمشیری که پدرم و جدم به دست شما داد که از اسلام دفاع کنید، چرا علیه فرزند خودش به کار میگیرید؟ به خاطر اینکه مال حرام بیت المال زیر پوست شما جمع شده. ناکسین و قاستین و مارقین مسئله و مشکلشون سهم خواهی بود. طلحه و زبیر اگر عایشه رو را میندازن جنگ جمل رو فراهم میکنن، سهم میخواستن از قدرت. و این حرکت و این جریان وقتی رسید به عصر امام رضا علیه السلام، از حالت
نفاق ذاتی عصر پیامبر که درون افراد ذاتی بود تا نفاقی که مبتنی بر ریزش ها بود، ریزش هایی که در اثر دنیا خواهی زمینه ظهور و بروز پیدا کرد، زمانی که رسید به امام رضا علیه السلام حرکت تفکر التقاطی خودش رو نشون داد. عجبا که از کاری که اسحاق بن حنین انجام میده زیر دست افراد و متفکرینی مثل جرجیس ابن بختیشوع که امام رضا علیه السلام رو برای اینکه امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد پرورون، امام هفتم رو گرفتن زندانی کردن، دیدن شیعه یک دفعه ناپدید شد، برای اینکه شیعه رو بکشونن بیرون نابود کنن امام رضا رو به عنوان ولیعهد انتخاب کردن که بگن ببینید ما امامتون انتخاب کردیم بیاد بیرون، شیعه رو نابود کنن. حضرت به گونه‌ای رفتار کردن که شیعه بروز پیدا نکنه این رفتارش، و از بعد از امام رضا امکان ارتباط هیچ کدوم از ائمه معصومین با شیعیان نبوده. اون سه تا امام بعدی در همین شهر سامرا در حالت پادگانی زندانی بودن تا جایی که غیبت کبرا پیش میاد. قابله و یک زن ماما رو میذارن کنار دست مادر حضرت که ببینن کی امام عصر قراره در واقع به دنیا بیان. این کنترل رو صورت میدن. درست از این مقطع در جریان تاریخی علمی ما در حوزه و دانشگاه با کمال تأسف به اوج تمدن اسلامی نام میبرند. زمانی که تفکر هلنیزم یا تفکر یونانی معابی، فلسفه یونانی و نگاه ارسطویی وارد جهان اسلام میشه، نمیگذارن امام شیعه حکمت ناب رو به جانهای تشنه مطالبه کننده اون سرازیر کنه. امام شیعه رو خانه نشین میکنن، تفکر یونانی معابی رو با بیت الحکمه و با مرکز گفتگوی تمدن‌هایی که در عصر مأمون را میفته، شما میبینید اندیشه دینی و ناب حزب الله رو که از امام رضا، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم نشأت میگرفت خانه نشین میکنن. تفکر انحرافی هلنی رو از دل یونان میگیرن میارن اینجا. اسحاق ابن حنین، جرجیس ابن بختیشوع و دیگران میشن متفکرین و روشنفکران و کسانی که در واقع اندیشه عالی غرب رو میارن. التقاط خودشو نشون میده. البته التقاط خیلی قبل رو شده بود. التقاط زمانی که علمی به نام کلام در اسلام پیدا شد، زمان خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام، دو تا سوال پیش اومد: بالاخره امامت یا خلافت؟ این یک. دوم این که وقتی مثلا منتسب به خلیفه میاد که اینجا حکومت داره میکنه، این فرد میاد در عین مستی نماز صبح رو 4 رکعت میخونه، اینها مؤمنن یا مسلم؟ نه مؤمنن نه مسلم، هم مؤمنن هم مسلم. مؤمنن مسلم نیستن، مسلمن مؤمن نیستن. کدوم یکی؟ تفکر معتزله پیدا شد، اشاعره پیدا شد، نگاه متفاوت شیعه پیدا شد. خط انحراف و التقاط و نفاق این التقاط رو ادامه داد تا جایی که ضربه نهایی رو مأمون زد با مرکز گفتگوی تمدن‌هایی که تحت عنوان بیت الحکمه و دارالحکمه، دارالترجمه‌ای که هلنیزم و یونانی معابی رو ترجمه کرد، یک دفعه جریان‌های فلسفی در جهان اسلام رو گرفت. بنده به عنوان کسی که تخصص سوم تحصیلیم فلسفه هست، ضد فلسفه نیستم، اما اگر قرار باشه فلسفه بیاد جلوی اندیشه و حکمت نابی که در دست ائمه شیعه بود قرار بگیره، بنده با این نگاه یونانی معابی مخالفم. حالا هر کس میخواد استناد کنه به این که امام صادق علیه السلام مثلا به ارسطو اشاره کردن، بزرگان امروز حوزه علمیه از ارسطو به نیکی یاد میکنن. ارسطو منشأ اندیشه ناب بود یا امام رضا علیه السلام یا امام نهم و دهم و یازدهم؟ آیا این اندیشه ارسطو نبود که آمد پرده ای از حجاب بر روی تفکر الهی کشید؟ مشکل اساسی که امروز حوزه های علمی ما باهاش درگیرن، که امروز در متن خود حوزه بعضیا دارن تلاش میکنن از اون نجات پیدا کنن، اینه که در چنبره و در حیمنه منطق ارسطویی قرآن رو امروز با منطق ارسطویی تفسیر میکنن. این التقاط از اونجا شروع شد. این خط نفاق از اینجا کار رو گرفت کشید تا اینجا. به انقلاب اسلامی که رسید، ما باز این آسیب رو در درون حرکت انقلاب دیدیم.
از دل نهضت آزادی یک